کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فوروم زنان در حفظ پیره‌ها را برگزار کرده ایستاده است و ببینید همه وقت یک تشبس‌های پیشوای معظم ملت در سطح بین‌المللی قبول می‌گردد و ما شاهدی بنظیر آن بودیم که طی چند ده ساله‌ها آب درباره رشد استوار آب مصفا در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردیدند و خیلی خرسند بودیم که سال 2022 از جانب پیشوای معظم ملت که در سطح جهانی پیشنهاد کردند که سال 2025 سال حفظ پیره‌ها باشد و این در سطح بین‌المللی قبول گردید و امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی مهمانان زیاد از آسیا مرکزی و بیرون از مرز جمهوری تاجیکستان از کشورهای خارجی آمدن و پذیرفته شدند و امروز در همه اگر سطح‌ها نگاه کنیم فروم های بین المللی برگزار گردیده ایستادند و البته زنان نیز تشبس های پیوسته پیشوای معظم ملت را دستگیری میکنند و جانبداری دارند، زیرا که رسالت پرمسئولی زنان و مادران این تربیت فرزندان خوب و انسان دوست و وطن پرست است. وقتی که ما زنان و مادران در ضمیر فرزندانمان حس انسان دوستی، حس وطن پرستی را جای میکنیم، فرزندان ما نه بلکه تنها خودشان یا ملت خودشان بلکه ملت سیاره را دوست می‌دارند و غمخواری در ملت سیاره نیز سهمگذار میباشند. از این خاطر وقتی که ما زنها در ضمیر فرزندانمان حس تازه‌کاری و آبادکنی آبادسازی کشور عزیزمان را جای میکنیم و ما تشبس میکنیم که در حفظ تازه نگاه داشتن محیط زیست سهمگذار باشیم و زیرا که اگر ما محیط زیست را تازه نگاه داریم از پرتوهایی که از محصولات پلاستماسی هستند، ظرف‌های پلاستماسی هستند، اشیاءهای پلاستماسی هستند، آنها را حفظ کنیم، ما در حفظ پیره‌ها سهمگذار هستیم، زیرا که بسیار انامین ظرف‌های پلاستماسی از خودشان یک گاز خیلی زهرآلود خارج میکنند که قبط بیاسفری ما را افلاس میکند و امروز زنهای ما سهمگذار در داشتن نگه داشتن قبط بیاسفری هم هستند، زیرا که خود جمهوری تاجیکستان مخزن و مکان چشمه‌های پرصفا، آب‌های زلال و دریاهای خیلی شیرین هستند و در جمهوری تاجیکستان قسم زیادی پیره‌ها محفوظ هستند که در حفظ آنها ما نیز تشبس داریم و مسئولیت داریم که آنها را حفظ کنیم و طی 100 ساله ها نه 1000 ساله ها در جامعه جهانی پیشنهاد کنیم از همین آبای زیبا، از همین آبای شیرین، از همین آبای مصفای زلال باید امروز ما در همین غمی نه بلکه یک ملت خودمان، نه بلکه یک دولت خودمان، ما باید غمی سیاره و جامعه جهانی را خوریم.